خواندن 4 رکعت نماز نفل در جمعه اخیر ماه مبارک رمضان هست. بسیار معتقد بر این هستند که اگر کسی در جمعه اخیر ماه مبارک رمضان 4 رکعت نماز نفل را به صورت ویژه و خاص ادا نماید، همه نمازهای قضایی که در طول عمرش قضا شده الله تبارک و تعالی از همه در میگذرد، به کل نمازهای قضاییش ادا می شود. آیا واقعا چنین چیزی وجود داره از لحاظ دین؟ اولا در این مورد یک حدیثی موضوعی یا روایت ضعیفی که دست به دست میشه که هیچ اساس و بنیاد شرعی نداره برادران و خواهران عزیز. حتی منسوب کردنش به رسول الله صلی الله علیه و سلم گناه است. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میفرمایند من کذب علی متعمدا، کسی که بر من به قصدن یک دروغ نسبت میده، یعنی من رسول الله نگفتم او رو به من نسبت میدن که پیغمبر گفته، خودش جای خود رو به جهنم جور میکنه، یعنی اینقدر گناهش بزرگ است. این یک نکته. دوم، چنین حدیثی، چنین روایتی که دلالت بر جواز این قضیه یا مشروع بودن یا بر تایید این 4 رکعت نماز نفل در جمعه اخیر رمضان، اون هم به این نیت به این ترتیب وجود داشته باشه، قطعا وجود ندارد. نکته سوم، از نظر عقلی هم که شما فکر کنید نماز نفل هیچگاهی جای نماز فرض را نمیگیرد. یک کسی نمازهای فرض قضا کرده، حالا 4 رکعت نفل بخونه بگه که والله جای کل نمازهای فرض ما را به اصطلاح محاسبه میشه. قطعا چنین چیزی نیست. حتی کسی که نماز فرض میخوانه پشت سر نفل گزار نماز فرض خواندن درست نیست و امکان نداره که نماز نفل جای فرض را بگیره. نفل یعنی نماز اختیاری، یعنی مأمور نیستی، اجبار و تحمیل نیست دارید، برید اختیار صلاحیت داده شده که میخوانی یا نمیخوانی، بخوانی ثواب داره، نخوانی هیچ گناهی برید نیست. اما فرض یکی از جمله ستونهای اساسی و بنیادهای اساسی اسلام عزیز نماز، چطور امکان داره نفل جای فرض رو بگیره؟ و از جهت دیگر اگر بالفرض شما بگید که والله این درست است، معنایش این میشه که یک انسان در طول سال اگر هیچ نماز نخوانه، کل نمازها را قضا بکنه، گپی نیست، خلاص در یک جمعه اخیر رمضان 4 رکعت نفل میخوانه، اما نمازهای قضاییش بخشیده میشه، میره پشت کارش. بازم نادرست است. مسئله دیگر که شما فکر بکنید، اسلام برای نمازهای قضایی 2 تا راه حل گذاشته. این 2 تا راه حل شما میتونید برای قضایی تا استفاده بکنید. یک کسی که نمازش بی اندازه قضا شده که دیگه توان قضایی به اون نیست، یا به اصطلاح عدد و حسابش از دست رفته که دیگه فراموش کرده چقدر نماز قضا کرده، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 6 ماه، 7 ماه، 10 ماه که امکان قضا آوردنش وجود نداره، بریزی راهش هم است که یک توبه صادقانه و جانانه داشته باشه، با الله تعهد بکنه که دوباره نماز قضا نکنه، از این لحظه تصمیم بگیره نمازهایش درست ادا کرده بره، گذشته ایشه که اون چی که قضا شده امید است الله میبخشه. این یک راه. راه دوم، اگر نمازهای قضایی به یادتان هست، به حد اقل به اصطلاح حساب و کتابشان پیشتان موجود هست، 1 ماه نماز نخواندید، 2 ماه نخواندید، 10 وقت نخواندید، 20 وقت نخواندید، کمتر اضافتر نخواندید، میتونید او را قضا بیاورید به صورت منظم. خب راه حل است برای نمازهای قضایی. بنابراین خواهران عزیزم، برادران عزیزم، یک حرف غیر معقول، غیر عاقلانه هست، یک چیز نادرست است، کاملا اشتباه است، بی اساس است، بی بنیاد است، از لحاظ شرعی هیچ سندی ندارد. میتونه انسان چی در روز جمعه اخیر رمضان باشه، جمعه اول باشه، جمعه وسط باشه، در هر روز در ساعت انسان میتونه نماز نفل بخونه. ولی اگر کسی به این فکر میخوانه که این 4 رکعت نفل که من در جمعه اخیر رمضان میخوانم به این معتقد باشه که از جای نمازهای قضایی کل عمرم محسوب میشه، این اشتباه است، خواب است، خیال است، محال است.